سلام، من امینم. اینجا اپیزود اول از پادکست اتوده. ما قبلا یه اپیزود 0 ساختیم. این اپیزود اول از پادکست اتوده. امروز دارم راجع به دیجیتال مارکتینگ حرف بزنیم. حالا چه حرفی؟ تو خیلی از شرکت‌ها یک سری آدما رو می‌بینن توی مارکتینگ که اینا کار دیجیتال مارکتینگ رو انجام میدن. بعد احتمالاً خیلی نمی‌دونن که اینا چیکار می‌کنن. اصلا زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ چیه؟ اصلا با دو سه تا سوال بذار شروع کنم. آیا سوشال مدیا هم زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگه؟ آیا ECRM زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگه؟ جوابایی که میشنوید احتمالاً یه ذره سورپرایزتون بکنه. ولی امروز می‌خوایم با آرشام که متخصص این حوزه است یه ذره دیپ‌تر راجع به زیر مجموعه‌های دیجیتال مارکتینگ و اینکه اصلا چیست صحبت بکنیم. This is the future. سلام آرشام جون، خوبی؟ سلام امین جون، خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد بیایم یکم راجع به دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم. اول بگیم کلا دیجیتال مارکتینگ چیه، تو سازمان‌ها در واقع جایگاهش به چه صورت، چارت سازمانی چه جوریه، کلا داریم چیکار می‌کنیم دیگه توی دیجیتال مارکتینگ. من آشامم، تقریبا 6 7 ساله دارم توی فیلد دیجیتال کار می‌کنم. شرکت‌های زیادی بودم، توی پپسی فود کار کردم، دیوار بودم، فودوال 360 کار کردم و حالا برندهای دیگه‌ای رو به صورت مشاوره و نمیدونم فول تایم و زیاد تجربه‌های خوبی به دست آوردم که دویز مشهوری نه سلامت باشی قربونه درست. حالا در خدمتم قول آره خودت بیو کن به نظرم. اولا خودت شروع کن. اول از همه که اصلا این مارکتینگ آیا به دو بخش آفلاین مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ تقسیم میشه؟ تقسیم بندی دیگه‌ای داره یا نه؟ و اگر آره خب فرقشون چیه؟ آره، اینکه بخوام بگم کلا دیجیتال مارکتینگ چی هست، هر فعالیتی که در راستای مارکتینگ یا بهتر بگم معرفی محصول، برند، خدمات تا حالا فروش خدمات و محصولات در فضای آنلاین و دیجیتال انجام میشه رو خیلی کلیشه‌ای بهش میگن دیجیتال مارکتینگ. که خود این دیجیتال مارکتینگ بخشای خیلی زیادی داره که توی این قسمت قرار راجع بهش صحبت بکنیم. در خصوص ساختار مارکتینگ هم ببین نمیشه حقیقتا یه ساختار خیلی مشخصی گفت. یعنی ما یه تیم دیجیتال داریم، یه تیم آفلاین داریم و تو خیلی از شرکت‌ها اینها ساختار متفاوتی داره. هر جای جا آره ممکنه مثلا یه جا کل فعالیت‌های سوشال و همه اینها زیر مجموعه دیجیتال باشه، یه جا تیماش جدا بشه. من در ادامه اصولش رو میگم که هر کدوم بهتره چه جوری باشه، ولی نمیام ساختاری صحبت کنم. یعنی بگم توی شرکت‌ها چه ساختاری براش در نظر گرفته شده. کلا اصولش رو میگم مثلا دیجیتال مارکتینگ شامل چه بخشایی میشه. های الان و کد فانکشن آره حتما. ببین دیجیتال مارکتینگ یکی از اصلی ترین رو بخشش رو به ترتیب میگم. یکی از اصلی ترین بخشش پرفورمنس مارکتینگه. اول تایتل بار بخوام بگم پرفورمنس مارکتینگ هست. یه تعریف هم به اون میگی پرفورمنس مارکتینگ یعنی چی؟ آن چیزی که تو ذهن منه شاید چیز درستی نباشه. هر کسی یه برداشتی احتمال داره از پرفورمنس مارکتینگ. ببین همونجوری که از معنیش پیداست، پرفورمنس مارکتینگ یعنی مثلا مارکتینگ عملکردی بر مبنای عملکرد. فعالیتایی که عملکردشون قابل اندازه‌گیری و ملموسه و احتمالاً منجر به خرید میشه، یعنی در منجر به اکشنی میشه سمت بیزینس، بهش میگم پرفورمنس مارکتینگ. و اکشنی که خودت تعیین می‌کنی. آره بیزینس بسته بیزینس، یه بیزینسی مثلا مشتری باش تماس بگیره اکشنه، یه بیزینسی مثلا بره تو سایت خرید آنلاین انجام بده اکشن مد نظرشه. آره یکی مثلا سافت از سرویس ازش اشتراک مثلا خریداری میکنه کاربر. و فعالیتایی که در معمولا میشه گفت کوتاه مدت، حالا استثنا هم داره ولی قابل اندازه‌گیری و دیتا محوره رو بهش میگن پرفورمنس مارکتینگ. که خود این پرفورمنس مارکتینگ چند تا زیر مجموعه داره. بازم میگم اینا چیز نوشته شده و منزل نیست. آره قانون نیستش که مثلا باید اینجوری باشه. من شرکت‌های زیادی رو دیدم که برخلاف این ساختار دارن کار میکنن، شرکت‌های مثل همین عمل میکنن. یه شرکت خارجی هم یادم که تو کار می‌کردی. تیم شرکت خارجی هم با این ایرانی اینا عین هم بوده این ساختاره یا نه فرق داشت؟ ببین فرق نمیکنه، نه تقریبا مشابه. یعنی تو ایران میگم مثلا شاید مثلا 5 6 نوع ساختار مختلف دیجیتال بشه در نظر گرفت. خارج هم همینطوره باز کاملا. یعنی هیچ چیز قانون و قاعده نداره و برای همین چیزایی که من میگم این به نظر من باید اینجوری طبق تجربه بهتره که این شکلی در باب الهه. از پرفورمنس چه مجموعه‌هاش چیان؟ خود پرفورمنس یکیش زیر مجموعه اصلیش SEM که سرچ انجین مارکتینگ بهش میگن و خود این شامل SEO و گوگل ادز میشه. حالا که احتمالاً میدونم خیلی فرقش رو خودت میدونی.
سئو نتایج ارگانیکه توی حالا سئو که سرچ انجینه دیگه. ما تو ایران گوگل رو استفاده می‌کنیم، برای همین فقط راجع به گوگل صحبت می‌کنیم، ولی هر سرچ انجینی حالا بینگ، MSN و اینا تو خارج از کشور معمولا شامل این روزا دیگه روی AI دارن میرن، خیلی هم روی SEO دارن نمیرن، مثل که یه اسمی هم داره اپتیمیزیشن برای AI ها، برای چت جی پی تی بخواد اینو. ولی خب هنوز سئو هست دیگه، یعنی نتیجه میده و قاعدتا فکرم نمی‌کنم مثلا تا مدت‌های طولانی جایگزین بشه، چون چنل مناسبیه، کارکردشو داره و استفاده‌های خودشو داره. ولی پس SEM شد سئو و گوگل ادز، که سئو همون نتایج ارگانیکیه که با حالا کارهایی که رو سایت انجام میشه از نظر آن پیج و آف پیج و تکنیکال و اینها، بعد مثلا معمولا زمانبر استثنایی که گفتم مثلا همین سئوه که زیر مجموعه پرفورمنس هست از دید من، ولی حداقل پیاده سازیش زمان بره، مثلا 6 ماه تا 1 سال حتی 2 سال مثلا ممکنه زمان ببره تا به نتیجه برسی، ولی بعد از به نتیجه رسیدن باز هم کوتاه مدت میشه. یعنی تو رتبه رو که گرفتی، مثلا جایگاه گرفتید، بالای اومدی، سایتت بالا اومد، 1 سال 2 سال گذشت دیگه، بعد از اون کوتاه مدت میشه دیگه، تو جایگاهتو داری، کاربر که سرچ میکنه مثلا خرید نمیدونم لپتاپ، خرید بلیط هواپیما، سایتتو میبینه میاد و در لحظه احتمالاً منجر به فروش میشه. برای همین اینو و اینکه قابل اندازه‌گیریه، یعنی اینکه زیر مجموعه پرفورمنس بودن، این قابل اندازه‌گیری بودن خیلی مهمه، دیتا محوره، یعنی دیتا رو میفهمیم و ملموس داریش که مثلا این منجر به خرید شده برات. و گوگل ادز هم که حالا مشخصه، همون در واقع نتایجیه که به صورت اسپانسرد بالای نتایج سئو در واقع نمایش گرفته میشه و از طریق پرداخت پول به ازای کلیک به گوگل پول پرداخت می‌کنی. این یکی از این مجموعه‌هاش SEM، این دو تا زیر مجموعه SEM بودن. بله، به زیر مجموعه پرفورمنس بودن. قبل از اینکه SEM موازیشو پیش بریم، چون زشته برای مهمونمون الان چای چیزی نداشتیم، یه میز تدارک ببینیم. به خوبی لیوان خوشگل براشون آوردیم. آشنا جان همش واسه سلامت بشه قربون شما. خیلی خب بریم سراغ این که SEM تموم شد، زیر مجموعه بعدی پرفورمنس موازی با SEM. زیر مجموعه بعدیش پید مدیاه یا حالا تبلیغات پولی که بهش PPC هم گفته میشه، یعنی پی پر کلیک. ما به ازای هر کلیکی که روی تبلیغاتمون بشه یه هزینه‌ای رو پرداخت می‌کنیم. این هم که خب یه چنل کاملا پرفورمنسیه، یعنی تو داری به ازای کلیک پول میدی، یوزر با کیفیت با توجه به پرسونایی که داری سگمنت می‌کنی، یوزر رو میاری به سایتت که در نهایت منجر به اکشن بشه. حالا من نمیگم خرید، ولی اینکه همونجوری که گفتم متفاوته دیگه. در واقع یوزر رو تبدیل به مشتری کنی. مثالش چی؟ مثلا با اد نتورک‌های داخلی، همین مثلا یکتانه تو تبصر خب معروف ترین نشه توی ایران، تبلیغات نیتیو یه نمونه‌ای که خیلی پرکاربرده. اگه تو سایت ورزش 3، سایت طرفداری، سایت‌های مثلا مشابه دیده باشی، به عنوان معمولا مثلا تبلیغات، یعنی تبلیغات هم که میگم مطالب پیشنهادی گفته میشه و اصلا اسمش نیتیو یعنی همسان، این قرار بوده به طوری باشه که این متوجه نشه کاربر این تبلیغه، یعنی مثلا خیلی دقیق با کارکرد مشابه همون سایتی که داره توش تبلیغات انجام میشه باشه، کاربر فکر کنه جزء مطالب سایت و اساسش همسانه، نه با ماهیت تبلیغی داشته باشه، که تو ایران متاسفانه اینجوری نیست، تو کشورهای دیگه خیلی نزدیک‌تره. نمیشه بگیم 100%، مثلا میری ورزش 3 می‌بینی تبلیغ کاشتمو با یه عکس عجیب غریبه، موها زخم، سر زخم مثلا اینا، خب بعد اینا مطلب ورزشی معلومه که نیست دیگه. بعد مثلا نوشته زیاد 50% تخفیف، نمیدونم همین حالا عجله کنید، این چیزا. حالا یه سوال اینجا پیش میاد، این که میگی PPC، یعنی حالا مثلا وارد سایت ورزشی که میشیم، ببین یه سری بنر میبینیم، یه سری ریتارگتینگ میبینیم، یه سری نمیدونم تایتل میبینیم، یه سری تبلیغات همه جا داریم میبینیم، اینا همشون زیر مجموعه PPC هستن. نه اینجوری نیست. این حالا یکی از این مجموعه دیگه که در ادامه میگیم، ولی باز میگم دیگه این قانون نیست. یعنی تو اون بنرهایی که میگی خب فیکس بنرن، یعنی مثل بیلبورد میمونه. هدف بیلبورد چیه؟ اورنس، کاربر ببینه، بیزینس رو بشناسه، بفهمه همین چیزی وجود داره و اینا. ولی یه وقت هست تو میتونی از اونها هم استفاده پرفورمنسی کنی، نتیجهش قاعدتاً به خوبی چیزی که میخوای نمیشه، چون اصلا چنل پرفورمنسی نیست. ولی مثلا یه کد تخفیف بذاری تو اون بنر، خب میشه پرفورمنسی دیگه، یعنی تو داری استفاده پرفورمنسی میکنی. ولی اون حالا یه خارج از پرفورمنسه که میگم اون مثلا شامل چه چیزایی میشه. این تبلیغات نیتیو و یک سری تبلیغات بنری هم وجود داره که به ازای کلیک باز شما پرداخت میکنین، که اون هم یه چیزی بینابین پرفورمنس و اورنسه. یعنی با این که خود اد نتورک هم بهت میگه که این نتیجه پرفورمنسی نداره و ما تجربه های زیادی هم داریم منجر به پرفورمنس نمیشه، ولی داره کلیکی پول میگیره، چون شاید سود بیزینس مثلا اد نتورک اینه که کلیکی پول بگیره و در واقع
پیپر کلیک باهاشون کار میکنیم ولی خب منجر به پرفورمنس نمیشه. برای همین تو کمپین‌های پرفورمنسی ما ازشون استفاده نمی‌کنیم. یعنی اونا میگن پرفورمنسی ولی خب ما استفاده نمی‌کنیم چون میدونیم نتیجه نمیده. فقط هم اینا نیست، نیتیو هست، مثلا یه پوش نوتیفیکیشن بالک که توسط اد نتورک ارسال میشه، مثلا میاد به یوزرهای سایت‌های خبری فارس نیوز و اینا با از طریق کرومشون اینا پوش نوتیفیکیشن میزنه که این هم باز تبلیغ مثلا پرفورمنسیه. میتونی سگمنت کنی، یعنی همین تبلیغات نیتیو هم میتونی بگی مثلا مخاطبینت آقا باشه یا خانم باشه، رنج سنیشون چقدر باشه، شهرشون. شهر. حالا تو ایران متاسفانه استانو میتونیم بگیم ولی خیلی اونم با خطا و اینا. ولی مثلا تو خارج از کشور میتونی یه خیابون رو تارگت کنی و فقط افرادی که تو این خیابونن تبلیغ ما رو ببینن. و اینکه توی حالا خارج از ایران یه سری چنل‌های بیشتری قاعدتاً داریم، مثلا متا ادز هست، نمیدونم تیک تاک ادز، پینترست ادز، لینکدین ادز و حالا ایران نه نیست. ولی منظورم اینه که یه بخش خوبی از این تبلیغات هم باز جزء پی پی سی و پید مدیا حساب میشه. و همین این از پی پی سی بود که تموم شد. و آخرین زیر مجموعه پرفورمنس که این خیلی سرش بحثه که آیا اصلا زیر مجموعه پرفورمنس جداه توی یه تیم غیر از مارکتینگ ECRM یا همون که ابزارش مارکتینگ اتوماسیونه، که چون ما هزینه‌ای بابتش نمیدیم در واقع اوند مدیاه. کد ECRM اصلا بگو چیتون آره. ECRM که در واقع تمام فعالیتایی که ما با یوزرها و مشتریای خودمون انجام میدیم در راستایی که یه اکشنی ازشون بگیریم و بهش میگن ECRM. حالا شامل چه چنلایی میشه؟ SMS، پوش نوتیفیکیشن، ایمیل و حالا مثلا پیام واتساپ، حتی بستگی به حالا ابزاری که کار می‌کنیم و اینا داره، پیام تلگرام. ولی نکته اصلیش اینه که اینها یوزرهای ما هم. یعنی ما یه لیدی یا یه شماره میتونه باشه یا یه کوکی مثلا در حد اینکه پوش نوتیفیکیشنش رو به ما اجازه داده باشه یا یه ایمیلی، یه چیزی از کاربر داریم که از طریق چنل‌های داخلی با ابزارهایی که حالا داریم میایم اینا رو در واقع باهاشون کامیونیکیت می‌کنیم. یه جدید قرار نیست ما ازش بگیریم. اصلا همین برای همین یه بحثه که اصلا آیا جزء مارکتینگ، آیا جزء پرفورمنس مارکتینگ و اینها، که به نظر من اصولش اینه که توی تیم مارکتینگ قطعاً و حتی تیم دیجیتال و زیر مجموعه پرفورمنس باشه، چون دیتایی کاملا دیتایی دیگه. حالا کاربردش چیه؟ این میاد نرخ تبدیل‌ها رو معمولاً بهینه میکنه، یعنی منجر به CRO میشه، کانورژن ریت اپتیمیزیشن میشه. یعنی چی؟ مثلا کاربر اومده اد تو کارت کرده، به سوال خرید اضافه کرده، خرید نکرده. خیلی مثال ساده‌ای دارم میزنم. اما یه پوش نوتیفیکیشن میزنی که فراموش کردی که مثلا خریدتو نهایی کنی، یه تخفیف بشه، یه مرحله که گیر کرده میاد یه مرحله جلوتر از تو خرید میکنه. برای همین و اینکه کاملا دیتایی تو میتونی هزاران ای بی تست بگیری، مثلا ساعت 2 ظهر پیام بدی یا 6 پیام بدی به طرف، نمیدونم تخفیف بدی یا مثلا ارسال رایگان بدی. هزار تا از این کارا میشه باهاش کرد که کاربر در واقع منجر به مشتری بشه، یا حتی مشتری میخواید برش گردونی یا ریتنشن استفاده کنی براش. به نظر من بهتره که توی تیم پرفورمنس باشه مارکتینگ اتوماسیون. مثلا توی سری شرکت‌ها اصلا خارج از مارکتینگ که تو تیم مثلا بیزینس میره، واقعا عجیبه. یعنی مثلا خیلی نمیدونم چه تصمیم گیری شده که به این نتیجه رسید. بیزینس و گروث. آره واقعا که مثلا اتوماسیون و ای سی آر رو بیان خارج کنن مارکتینگ، برن توی دل تیمی که اصلا سر در نمیارن مارکتینگ، نمیدونه داری چی میگذره تو مارکتینگ. ولی بالاخره پیش میاد دیگه، یعنی بالاخره اشتباهات اینجوری هم زیاد پیش میاد. به من چون یه لباس خوشگل دیفندر پوشیدم، حیفم میره نوزم رو پا. مالبانم بالش یه لباس صحبت خوب اونم میتونی برداری. اعمال پادکست تو هم هست. خیلی ممنونم. مثلا باشه بهتر ایزاده چیپ هم آوردم این نگاه. مثلا جمع‌بندی کنیم. پس پرفورمنس مجموعه اصلی دیجیتال، دیتا محور، معمولا کوتاه مدت، به ازای اکشن معمولا هزینه می‌کنیم. حالا مثلا معمولا کلیک، یه سری زیر مجموعه داره که SEM، SEO گوگل ادز، پی پی سی یا پید مدیا و ECRM که از طریق مارکتینگ اتوماسیون انجام میشه. حالا باز دوباره میرسیم به یه جایی که یکم ساختاره پیچیده میشه و اینها. ما یه در واقع دیجیتال ادورتایزینگ داریم که خیلی نزدیک به اون پید مدیاییه که زیر مجموعه پرفورمنسه، ولی همون چیزی که تو گفتی، یه سری مدیاهای تبلیغاتی که در واقع هدفشون اورنس بیشتر، منجر به پرفورمنس سریع نمیشن، ولی شامل تیم پرفورمنس نیست دیگه. خودش هیچ وقت این تیم جدا نداره. دقیقاً مشکل همینه. یعنی یه دیجیتال مارکتری هست یا یه پرفورمنس مارکتری هست، این کارهای خودش پرفورمنسی رو انجام میده، ولی اینم انجام میده، چون اصلا نمیشه مثلا یه اورنس اسپشیالیست، مثلا اورنس منیجر داشته باشیم.
برای همین این مثلا دیجیتال ادورتایزینگ این حالت رو داره که مدیاها چیا هستن، مثلا تبلیغات تو ویودی ها، تبلیغاتی که تو فیلم ها مثلا توی نمیدونم نمابا فیلم نتینا قبل از فیلم ها وسط فیلم ها انجام میشه، یا پری رول، آره، یا توی مثلا آپارات انجام میشه قبل ویدیو ها و اینا. یکیش اینه، یکی فیکس بنر ها هستن که مثلا توی یه سری سایت ها می بنر اجاره میکنی، توی ورزش 3 ماهانه مثلا بنر میگیری و اینا. و به صورت کلی مدیوم ها و چنل‌های اورنسی دیجیتال شاملش میشه. دیجیتال ادورتایزینگ میشه بهش گفت، مثلا دیجیتال برندینگ مثلا میشه بهش گفت، و حالا هر اسمی که روش بذاری با همون asset هایی که توی پرفورمنس داری ولی با هدف اورنس. نه دیگه اسستاش فرق داره دیگه، یعنی یه مثلا بنه برف اینجوری مشترک بینشون، وگرنه دیگه نه. مثلا توی پرفورمنس تبلیغات نیتیو، تبلیغات پوش نوتیفیکیشن داشتین، نمیدونم حتی تبلیغات پیام رسان ها هم به عنوان پرفورمنس با کار میکنن الان، یعنی کلیکی کار میکنن، پیام رسان های داخلی و اینا اونا رو دارین. ولی اینور مثلا بی او دی و پری رول و بنرها و اینها میشن، ولی هدفشون اورنس. این از این. حالا یه تیم کمپین داریم، یه تیم کمپین یا یه فانکشن کمپین که کارش چیه؟ که میاد کمپین های دیجیتال رو مدیریت میکنه. یعنی میشه گفت در واقع یه واسطیه، یه کوردینیتوریه که کارهای کمپین ها رو مدیریت میکنه. مثلا میاد توی معمولا هم برای کمپین های کوتاه مدت، مثلا کمپین های 1 ماهه با هدف مشخص هستش دیگه، میاد یه کمپین رو تعریف میکنه، میگه ما میخوایم نمیدونم هدفمون افزایش فروش این مقدار، یا مثلا توی 1 ماه به این فروش برسیم. بعد پیام کمپین حالا با تیم‌های خلاقیت و اینا که خودت بیشتر می‌دونی یه پیامی در میارن. نه خیلی خلاصه میگم چون داریم راجع به دیجیتال حرف می‌زنیم، یه پیامی براش در میارن. حالا این تیم کمپین میاد در ساید دیجیتال مثلا میگه که از تیم دیجیتال یه برنامه، از تیم پرفورمنس یه برنامه میگیره، میگه ما در راستای این هدف میتونیم یه سری کار پرفورمنسی کنیم، مثلا 100 میلیون بذاریم کمپین گوگل ادز بریم روی این کلمات، نمیدونم ای سی آر ام رو اینجوری روی این پیام درگیر کنیم، این تایم ها به کاربر پیام بدیم. اون دیجیتال ادورتایزینگ رو میاد میگه بخش اورنسش رو میتونیم مثلا این ظرفیت ها رو بگیریم با این عدد برای که به هدف برسیم. و یه حالت واسط از تیم گرافیک محتوا میگیره، از تیم در واقع کپی رایتر محتوا میگیره، نمیدونم ظرفیت تیم‌های مختلف رو میگیره و در نهایت کمپین رو اجرا و منیج میکنه دیگه. مثلا پیشبردش رو چه نتیجه‌ای رسیدین، چقدر به هدف نزدیکین، چقدر فاصله داریم و اینها. این تیم کمپین معمولا هست ولی زیر مجموعه دیجیتال نیست دیگه، یه حالت بین تیمیه که مثلا 50-60% 70% کارهاشو در داخل دیجیتال داره انجام میده. اینم از کمپین که به نظرم مشخصه، خیلی نکته نداره. ما الان دیجیتال ادورتایزینگ هم گفتیم دیگه، چیزی مجموعه های این دیجیتال مارکتینگ دیگه نکته مورد بعدی رو که میتونیم به عنوان زیر مجموعه دیجیتال معرفی کنیم سوشال مدیا است. این سوشال مدیا هم باز اگر سازمانی ببینین ولی هست یا بازیکن ها سوشال مدیا زیر مجموعه دیجیتال ایران هست. چرا ایران من آره نه من خیلی دیدم، آره من خیلی یعنی مدیر دیجیتال مارکتینگ با مدیر مستند مدیر سوشال مدیا سیاحت نداره، مدیر سوشال مدیا دیگه مثلا با در واقع سینیور های سوشال داره کار میکنه، خودش استراتژی در میاره. من خیلی دیدم شاید مثلا 30-40% شرکت ها باشه استفاده. و ببین مفهومی هست دیگه، من گفتم اول ساختاری صحبت نکنیم، ساختار شرکتی مفهومی هست دیگه. ما گفتیم که هر کاری که در فضای دیجیتال در راستای مارکتینگ می‌کنی میشه سوشال، هم فضای دیجیتال دیگه، فضای غیر دیجیتال نیستش. پس سوشال رو میتونیم در نظر بگیریم و مخصوصا برای بیزینس‌های کوچیک‌تر دیگه، یعنی بیزینسی که مثلا کل تیم مارکتینگش 5-6 نفر 7 نفره یا تیم دیجیتالش 5-6 نفره میتونه سوشال رو زیر مجموعه بگیره. ولی حالا یه سازمان بزرگی مثلا مثل همین تپسی فود و اینها که حالا تیم مارکتینگ بزرگی دارن و کار زیادی رو سوشال قرار انجام بدن، میتونن تیمشون رو جدا کنن و نفرات خود از این چیزاش خلاقیت داشته باشن. حتی حالا دیگه اون واقعا اون میشه آره ساختاره در بگیر میزنه خیلی میشه با این بازی کرد، با این ساختارها ها که خود این سوشال مدیا هم دو تا در واقع وضعیت داره، دو تا چنل داره، یه دونه اوند مدیا، یه دونه پید مدیا. اون مدیا که مشخصه، یعنی خود در واقع از پیج یا کانال مربوط به خود شرکت که یه سری در واقع تقویم محتوایی میخواد، استراتژی سوشال میخواد که میخواد چه حالا محتوایی تولید کنه، مثلا ویدیویی باشه، نمیدونم اصلا با چه کانسپتی جلو بره، چی بگه توی سوشالش که بیشتر در راستای برندینگ و پی آر و اینها استفاده میشه. و یه دونه پید مدیا. نکته جالب اینجا چیه؟ این پید مدیا رو میتونیم پید مدیای سوشال رو ببریم زیر پرفورمنس، یعنی یه بخشیشو. خب یعنی اصلا نیازی نیست تو حتی اون چنل داشته باشی، یعنی
باز این پید مدیا میتونه در راستای افزایش فالوور و حالا سابسکرایبر چنل های سوشال خودت استفاده بشه، میتونه اصلا در خدمت پرفورمنس باشه. تو مثل یه چنل نگاش می‌کنی اصلا. آره اصلا تو لازم نیست چنل اصلا پیج داشته باشی، یعنی تو اصلا فکر کن اینستاگرام نداره، شرکت تلگرام هیچی نداره، سایت تو میذاری میای سایت اورنس. آره آفرین. خب میری هم برای اورنسی هم پرفورمنسی میتونی مثلا بیای لید بگیری و واقعا نتیجه میده. تبلیغات تلگرام فوق العاده است برای لید گرفتن، اصلا نیازی نیست تو کانال تلگرام حتما داشته باشی که سابسکرایبر بگیری، یه مرحله به فانلت اضافه کنی بعد این سابسکرایبر تو بعداً بخوای مثلا تبدیل به مشتری کنی تو بیزینس هایی که حالا لید محور فروش محورن. خب خیلی دنیای پیچیده و بزرگی این دیجیتال مارکتینگ، انگار این همه تنوع داره. بعد من یه جاب پوزیشن میبینم دیجیتال مارکتر. این دیجیتال مارکتره باید چی بلد باشه؟ باید همه اینا رو بلد باشه یعنی؟ آره ببین توی شرکت‌های کوچیک مثلا تیم دیجیتالشون یه نفره یا نمیدونم کل شرکت 10-15 نفره، بعد یه نفر مارکتر میخواد، دیجیتال مارکتر میخواد، معمولا یه نفر. یعنی اصلا افرادی که وارد این حوزه میشن از همینجا شروع میکنن، توی شرکتی مشغول میشن که همه کار رو باید انجام بده، یاد میگیره. آره خیلی خوبه از این نظر. مثلا سوشال رو باید انجام بده خودش، یه ذره درگیر میشه، میفهمه چی به چیه، کمپین گوگل ادز رو باید خودش ران کنه، اونم درگیر میشه. حتی حالا مثلا این شرکت‌های کوچیک که میگیم معمولا خب سی آر ام ندارن، ولی خب یه اس ام اسی بالاخره به یوزراشون میزنن، یه نمیدونم ممکنه این کارا اس ام اس مارکتینگ و اینا بخوام بکنن، ایمیل مارکتینگ کنن، اونو درگیر میشه و توی سطح مثلا متوسط رو به پایین ولی تنوع زیاد و اینجا میتونه مثلا تصمیم گیری کنه که علاقش به کدوم سمت چه کاری میتونه انجام بده. و آره همین شکلی واقعا جاب دسکریپشن های عجیبی هم میبینیم که ولی بعد توضیح بدن دیگه که آقا این دیجیتال مارکتره باید اینا رو بلد باشه که بتونه اپلای کنه. ممنونم. چیز دیگه مونده از ادامش؟ یه فیلد دیگه ای که میشه تا حد خوبی زیر مجموعه دیجیتال مارکتینگ دونستش کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوایی در واقع که تاکیدم دارن روش. چرا؟ چون ما الان توضیحاتی که دادیم چیا زیر مجموعه دیجیتال بودن، سوشال مثلا گفتیم زیر مجموعه دیجیتاله، از اون طرف سئو گفتیم زیر مجموعه دیجیتاله و کانتنت مارکتر چیکار میکنه؟ میاد مثلا بلاگ مینویسه، بلاگ در راستای فعالیت‌های سئویی که به سئو کمک میکنه. ولی اینا کانتنت اسپشیالیستن نه دیجیتال مارکتر. آره ولی هست زیر مجموعه‌اش دیگه. یعنی ما راجع به پوزیشن صحبت نکردیم، ما راجع به ساختار تیم صحبت کردیم و میاد در راستای حالا سوشال کپشن مینویسه، پست تلگرام مینویسه، پست لینکدین مینویسه. پس مثلا میشه گفت 80% کارهای کانتنت مارکتر یا شاید بیشتر هم باز تو تیم دیجیتال مارکتینگ حساب میشه. یه زیر مجموعه دیگه ای که دیجیتال مارکتینگ داره و آخریش هستش اپ مارکتینگ یا تبلیغات اپلیکیشن. در واقع بیزینس هایی که اپ موبایل دارن یه فعالیت های مارکتینگی باید در راستای پروموت کردن اون اپ انجام بدن و به کل فعالیت هایی که در این راستا انجام میشه اپ مارکتینگ گفته. مثلا بازی‌ها که یهو آفرین. حالا اون مدیومه، یعنی مدیوم های مختلفی تو میتونی اپت رو تبلیغ کنی، ولی هدف در نهایت نصب اپلیکیشنه. نصب اپلیکیشن حالا برای مثلا داخل ایران بخوام بگی تو بازار، مارکت، اپ استور، گوگل پلی یا مثلا حالا هر سلکشن که باشه، اینها همه اینا رو با در واقع اپ مارکتینگه که در واقع کانال اثر بخشی هم هست، یعنی نتیجه خوبی میده. اصلا دلیل اینکه بیزینس ها اپ دارن چیه؟ برای اینکه مثلا استیکنس کاربر رو بیشتر کنن، در دسترس باشن. تو مثلا وقتی اپ یه بیزینسی رو داری رو گوشیت، وقتی باز میکنی هر روز داری میبینیش، بخوای از اون خدمت استفاده کنی، گزینه در دسترس و اولته تا اینکه بری مثلا تو گوگل سرچ کنی یا وارد اپ میشی کارتو انجام میدی. برای همین بیزینس‌های بزرگ اپ قاعدتاً دیولپ میکنن و میارن و باید براش مارکتینگ کنن دیگه، که یه سری فعالیت‌ها انجام میدن و باز همین در هم تنیده با اون پی پی سی و در واقع پرفورمنس میشه. چون یه کانال اصلی که باش میشه نصب گرفت تبلیغات کلیکیه تو همون اد نتورک‌ها، ولی با هدف نصب. یعنی کلیک میکنه میره به صفحه مارکت یا کافه بازار بیزینس، که حالا یه سری کارهای دیگه‌ای هم میشه کرد. تو خود کافه بازار انواع تبلیغات وجود داره، همینجور مارکت، تبلیغات دیسکاور داریم، تبلیغات سرچ داریم، تبلیغات بنری داریم توی فضاهای مختلفش. از طریق خود گوگل ادز میشه اپ گوگل پلی رو پروموت کردن، از اپ گرفت یه دنیایی. و آره این اپ خیلی از بیزینس‌های بزرگ اپ مارکتر دارن، یعنی یه نفر فقط تخصصی روی اپ کار میکنه. و همین به نظرم این کلیات ساختار دیجیتال مارکتینگ بود.
اگه نکته و سوالی نداری من میتونم حالا یکی دو تا پوزیشن هم بگم که در کنار این تیم ها مثلا مستقل فعالیت میکنه تو. آره خیلی ممنونم. نه دیجیتال مارکتینگ رو گفتیم بسته شد، فقط برای اینکه زمانش هم خیلی طولانی نشه خیلی سریع اینا رو هم گذاره. باشه حتما. ببین مثلا معمولا این پوزیشن های فرعی توی تیم های بزرگتر شکل میگیره و بیزینس های بزرگتر خیلی از بیزینس ها پوزیشن CRO دارن، همون کانورژن ریت اپتیمیزیشن، که کل فعالیتش اینه که میاد نرخ‌های تبدیل بیزینس رو افزایش میده. مثلا مراحل مختلف فانل خرید رو، مثلا اد تو کارت به چک اوت به پیمنت مثلا، یا بعد ریتنشن مثلا که بازگشت کاربر و اینها رو میاد فقط رو نرخ‌ها کار میکنه که لزوما هم فعالیت مارکتینگی انجام نمیده دیگه. ممکنه مثلا یه هینتی به پروداکت بده، بره مثلا سروی کنه بگه که پروداکت اینجاش مشکل داره که باعث ریزش کاربر میشه و کارش همینه که نرخ در واقع اورنس که شروع کار افرادی که بیزینس رو میشناسن به نهایت خرید و لویال شدن و تکرار خرید و اینا رو بیشتر کنه تو مراحل مختلف. یه CRO هست این لول نیست ولی یه با سی شروع میشه و مثلا آره است CRO اسپشیالیست، کانورژن ریت اپتیمیزیشن اسپشیالیست. یه پوزیشن دیگه مثلا پروداکت مارکتر معمولا دارن تیم ها که تا حدودی زیر مجموعه دیجیتال، چون فعالیت آفلاین و برندینگ که خیلی کار پروداکت مارکتینگی نداره. این پروداکت بلده، مثلا این شخص زبون تک و تا حدودی میفهمه، کد نویسی و اینا رو آشنایی داره، یه واسطی میشه بین تیم مارکتینگ و تک و پروداکت، چون معمولا درگیری بین این تیم‌ها زیاده دیگه، زبون همو نمیفهمن، حرف گوش نمیدن، کارو نمیرسونن. معمولا تیم‌های تک و پروداکت با مارکتینگ راه نمیاد که این پروداکت مارکتر معمولا من حرف بچهای پروداکت رو هم شنید. حرف آره حالا ولی خب راه نمیاد، خودشون هم میدونن، معمولا دیزاسترن. این شخصه میاد نیازها رو مثلا با زبون خودشون بهشون منتقل میکنه که چی میخواین، چیکار باید بکنیم و اینها. حالا یه سری خیلی دیگه این کم پیش میاد، ولی دیگه تیمای خیلی مارکتینگ مثلا خیلی بزرگ و خوب و اینها یه دونه در واقع فرانت اند کارم معمولا دارن، یعنی یه نفر فرانت اندی هم هست که لندینگاشون رو براشون بزنه در لحظه، برای اینکه اجایل تر باشه کار، بتونه سریع پیش ببره دیگه، دوباره نره سمت تک یه ماه بعد لندینگو بخوان برسونن. میاد خودش مثلا فرانت اند کار میکنه، لندینگو میزنه، تعبیرات جزئی رو انجام میده و مثلا لندینگ همیشه هست دیگه. آره دیگه اینا دیجیتال لندینگ میخوان، هیچ وقت هم هیچ نیست بزنه، زیر بار نمیره و این فرانت اند کاره میتونه کار رو راه بندازه برای وقتی که شرکت‌های کمپین زیاد دارن. ببین تقریبا من تا جایی که میدونستم و فکر میکردم نیاز راجع به دیجیتال گفتم، بقیه‌اش دیگه هم ندارم. میشه آره حالا خیلی چیده و عمیق. آره نیازی هم نیست. خواستیم که به طور کلی فقط یه بررسی بکنیم بچه‌هایی که دارن میبینن پوزیشن های مرتبط و اینکه هر کدوم چه کاری انجام میده و کلا این دریای دیجیتال مارکتینگ کجاهاش چه عمقی داره، راجع به این نظر حرف بزنیم. دمت هم گرم آشام جون، مرسی که اومدی و ممنون از شما که همراهی کردید. همون همیشگی‌ها دیگه، هم سابسکرایب کنید و لایک کنید و کامنت کنید و اینا که میدونید و هر کاری هم داشتن توی بالا کامنت کن، تیوی نمیدونم اینستاگرام، لینکدین، هر جایی که هستن میتونن بپرسن دیگه، ما هستیم و دست شما پاسخگوییم. خیلی ممنونم ازت. سلامت باشی، خوشحال شدم. خدا نگهدار.